مثل یه خیاط معمولی جفت فیلتاباتو اینجوری ندوز. بیا بهت یاد بدم زیر 1 دقیقه یه جیب فیلتابی بدوزی، هم خاص باشه هم جدید. بیا اینجا. خب بچه‌ها یه دونه مستطیل 16x3 میکشم تا اینجا شبیه جیب جفت فیلتابه. دور اینم یه دوخ بزنم. بچه‌ها ملاحظه کنید با چه دقتی دوخته شد. حالا اینو برش میدم تا اینجاش هم شبیه جفت فیلتابه. دقیقاً اون سمتش هم همینجوری برش میدیم و برمیگردونیم. یه اتو به این میزنم. خب بچه‌ها دو تا مستطیل 20 یه مقدار بزرگتر از اون دهنه‌ای که کشیدیم برای جفت فیلتابمون و عرضش هم حدوداً 6 سانتی متر کافیه. یه دونه دوخ وسطش میرم که اینا رو باز کنم. اول جفت فیلتاب دهنش به هم بسته شه، بعد تو کار گذاشتنت میبینی که شکل مدل شد. خب بچه‌ها ملاحظه کنید وقتی که اتو زدم اینا هم میتونم اینجوری بذارم، هم میتونم قشنگ به طرح بدم. دقیقاً همینجوری که الان دوست دارم. کج. همینجوری میبرم زیر پایه، سر تهش اول میبندم. این از این سمتش دقیقاً تو کنج تموم شد. اون سمتش هم همینطور. حالا سر تهش هم میبندم. حتی بدون اتو چقدر تمیز شد. اینم که با بخیه درشت زدم بازش میکنم. از این شگرت میتونید همه جا استفاده کنید. دیگه از این دقیق‌تر نمیشه این کارا رو دوخت. اینم فیلتابمون. راحت میتونید توبره هم زیرش بدوزید و کارو تمام کنید. با این حرکتی که بهتون گفتم هم جفت فیلتابتون میتونه تمیز در بیاد، هم مدل های متنوعی که دوست دارید.